انصاری در مورد معاویه است. حالا شما هم معاویه را قبول دارید هم حضرت علی را قبول دارید، مگر چنین کاری میشه؟ مگر چنین هست دو نفر که یکی حق بود و یکی باطل ما هر دوتاشو قبول داشته باشیم؟ در کجا گفته که یکیش حق بوده یکیش باطل؟ دیگه جنگ ها مشخصش کرده، جنگ صفین که مشهورترین جنگ مشخص شد دیگه بین حضرت آیا علی و معاویه. وقتی مسلمان ها با هم دیگه بجنگن یکیشون حتما کافر میشه؟ نه دیگه همیشه اینجوری بوده. اینجوری اصلا نبوده. اینجوری اصلا نبوده. در سوره حجرات در آیه 9 الله سبحانه و تعالی میفرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو گروه مؤمن با هم دیگه جنگیدن در بین اونها صلح بیارید. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. اگر که یک گروه بر گروه دیگر بغاوت کرد بکشید، یعنی بجنگید با گروهی که باغی است تا وقتی که تسلیم بشه در مقابل امر خدا. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه و این طائفتان من المؤمنین، اگر دو گروه از مؤمنان با هم دیگه بجنگن. نگفته که دو گروه از مؤمنان که جنگیدن یکیش کافر میشه یکیش کافر میشه یکیش مسلمان. دست در نکنه. خیلی ممنون. تشکر از شما. خدا نگهدارت. حتی ببینید ما در خود کتب شیعه در مورد همین قضیه جنگ اینجا وسایل شیعه از دوستان نشون بدن. کتاب وسایل شیعه است، این صفحه بعدش، اینم شناسنامش، اینم روایت 20032 در این باب روایت دهم. در اینجا میگه که علی علیه السلام لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا. سیدنا علی رضی الله عنه هیچ کدام از کسانی که با او جنگیدن از اهل شرک و نفاق رو از کسانی که با او جنگیدن رو متهم به مشرک بودن یا منافق بودن نمی‌کرد، ولکن میگفت اخواننا بغوا علينا، برادران ما هستن که بر علیه ما بغاوت کردن. چرا؟ چون در اون آیه‌ای که خدمتتون نشون دادم، آیه 9 سوره حجرات، الله سبحانه و تعالی اردو گروه رو مؤمن میدونه، یکی رو باغی، کسی که بغاوت میکنه بر علیه حاکم. و اینجا این خیلی خنده داره که در زیر این روایت چی میگه؟ هذا محمول علی تقیه، میگه اینجا فکر کنیم حضرت علی حتما تقیه میکرده. خدا لعنت بکنه اینا رو که حتی علی رو هم بهش این اتهام رو میزنن که علی هم مثل اینها دروغ میگفته. در روایت دیگری هم هست در کتاب مستدرک الوسائل از طبرسیشون، در اینجا در روایت 12445 در این باب روایت 9 اینجا میگه که از علی علیه السلام روایت شده انه سئل عن قتل جمل، از علی پرسیدن در مورد کسانی که در جنگ جمل کشته شدن، امشرکونهم، آیا مشرک بودن؟ فقال لا بل من الشرك فروا، بلکه از شرک فرار کرده بودن. قیل منافقون فمنافقون، حتما منافق بودن. قال لا ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین الله رو ذکر نمیکنن مگر اندک. قیل فما هم، پس اینا چی بودن، کی بودن؟ قال اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن که بر علیه ما جنگیدن، بغاوت کردن بر علیه ما بر آنها پیروز شدیم. این نظر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد کسانی که با ایشون جنگیدن. پس برادر عزیز، هیچ وقت اگر دو گروه مسلمانی با هم جنگیدن این دلیل نمیشه که ما یکی رو بگیم حق است یکی رو بگیم باطل است، یکی رو بگیم کافر است یکی رو بگیم مسلمان است. امکان داره هر دو گروه بر حق باشن. چطور؟ یک گروه اجتهاد کرده که والا این کاری که میکنه درسته، گروه دیگری اجتهاد کرده گفته این کاری که من میکنم درسته. دشمنان در بینشون توطئه کردن، به جان هم دیگه افتادن، جنگیدن با هم دیگه. حالا میخواید چیکار بکنید؟ یک گروه رو بفرستید به دوزخ، یک گروه بفرستید به جهنم؟ این دست ما نیست، این دست الله سبحانه و تعالی است. چرا؟ چون این گروه فکر میکنه که بر حق است و اون گروه هم فکر میکنه بر حق است. دقیقاً در قضیه جنگ صفین، در قضیه جنگ جمل که توطئه منافقین و یاران عبدالله ابن سبع بود که هیچ نیت جنگ نداشتن، نه سیدنا علی و نه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اجمعین، بلکه حتی مذاکراتی صورت گرفته بود، میخواستن صلح بکنن که اون واقع رخ داد و
چیزی که باید نمیشد شد. اما در جنگ صفین سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه وقتی که لشکر کشید به خاطر خونخواهی خلیفه مظلوم بود عثمان رضی الله تعالی عنه. ما به این وقایعی که رخ داده و چرا لشکر کشیم به همه اینها کاری نداریم. ما فقط یک نکته رو میخوام اینجا خدمتتون مطرح بکنم که سیدنا معاویه میگفت ای علی تو اول بیا قاتلین خلیفه رو محاکمه بکن، تصفیه بکن صفوف رو، بعد از اون من با تو بیعت میکنم. علی میگفت نه تو اول با من بیعت بکن، بعد از اون ما اونا رو محاکمه میکنیم. اینجا معاویه فکر میکرد که بر حق است، علی فکر میکرد که بر حق است. نظر ما اهل سنت چیه؟ ما میگیم که علی بر حق بود. چرا؟ چون خلیفه بود و باید سیدنا معاویه از او اطاعت میکرد و بیعت میکرد. اینو ما میگیم، این عقیده ماست، ما که پنهان هم نمیکنیم این چیزو. اما بگیم که معاویه کلا بر باطل بود، نه، اجتهاد کرده بود. این اولا. ثانیاً اگر شما بیاد بگید که نه اینجا معاویه بر باطل بود و علی بر حق بود، علی مسلمان است، معاویه کافر شد با این کاری که کرد، میگیم خب معاویه به فرض محال والعیاذ بالله کافر و علی مسلمان. همین معاویه کافری که شما بهش میگید کافر، بعد از سیدنا علی حسن ابن علی اومد خلافت رو به همین معاویه واگذار کرد. پس اینجا یا علی اشتباه کرد که با معاویه جنگید یا حسن اشتباه کرد که با معاویه صلح کرد. اگر که حسن صلح کرد با معاویه‌ای که کافر بود، پس چطور امکان داره که امامت و زعامت مسلمان ها و خلافت اسلامی رو به یک کافر سپرد؟ دینتون سراسر تناقض است، چون که هیچ کدومش با هیچ چیز جور در نمیاد. یعنی اگر بگید که علی اشتباه کرد، خب این هم امام معصومه. اگر بگید حسن اشتباه کرد، اونم امام معصومه. در حقیقت هیچ کدومشون اشتباه نکردن. علی اگر جنگید به خاطر حکومتش، به خاطر مشروعیت خلافتش جنگید، و حسن اگر صلح کرد به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین و این که معاویه سیاستمداری بود که میتونست در اون وضعیت خطرناک امت اسلامی رو نجات بده از اون فتنه‌ای که بود و واقعا هم اینطور شد. به خاطر همین حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین صلح کرد با معاویه. این خلاصه جریان جمل